اگر چیزی را برای خدا ترک کردی الله بهترش را نصیبت میگرداند. این موضوع صحبت است. اگر ورق بزنیم تاریخ را، سیرت را، قرآن را پیدا میکنیم نه یک بار بلکه بار بار که کسانی بودند برای خدا ترک کردن چیز را خدا بهترش را نصیبش گردانیده. بروید داستان حضرت بلال را مطالعه بکنید. که خانه امیه ابن خلف که مالکش بود و بلال را خریداری کرده بود، میدانست بلال که اگر خانه امیه را ترک کند برود دنبال محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم شکنجه می شود، عذاب می شود، تکلیف می بیند، امکان دارد جان را از دست بدهد. اما بلال تصمیم گرفت که برای خدا کار کند. بلال عزم و اراده محکم بس که برای خدا کار کند. خانه امیه را به خاطر خدا ترک کرد. رنج و درد و زحمت را برای خدا در جان خود خرید. ولی الله بلال را به کجا رسانید؟ بلال را به کجا رسانید که رسول خدا صلی الله علیه و سلم به بلال میگه بلال جان، ما در شب معراج یا در تعبیری که در خواب دیده بود پیامبر میبینم که یک قدم در جنت گذاشته می شود ولی خودش دیده نمی شود. از جبریل پرسان کردم این قدم ها قدم های کیست؟ گفت قدم های بلال است. قدم های بلال است. وقتی خدا به تو قیمت گذاشت کسی میتونه عزت تو را از پیشت بگیره؟ وقتی خدا کسی را بخواه عزیز بکنه، کسی را بخواه محبوب خود قرار بده، کل دنیا اگر یک جا شوند بخواهند کو را از خدا ببرن نمیتوانند، چون عزت را الله میده. تعز من تشاء و تذل من تشاء. او مؤذن اسلام میشود چرا؟ به خاطر خدا کار کرده، به خاطر خدا از چیز گذشت الله بهتر برایش نصیب گردانید. به زندگی پیامبر نگاه کنید صلی الله علیه و سلم. پیشنهاد کردن بهترین دختر مکه را، نه. گفت تو را حاکم مکه قرار میدیم. گفت نه خیر. گفت ما با تو پول جمع میکنیم ثروتمند مکه شو. رسول خدا گفت نه خیر. گرچه دعوایی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم کرده بود میدانست که رنج ها میبیند، دردها میبیند، زحمت ها را میبیند، ولی رسول خدا همه را به خاطر خدا ترک کرد. برای تکبیر الله اکبر. همه رفاه، آسایشی، زن، ثروت، قدرت همه را برای خدا ترک کرد. الله سردار هر دو جهان گردانیدشه. سردار هر دو جهان گردانید. یک چند ورق از تاریخ مطالعه کن، یک چند ورق از قرآن دور بده به پاره 12 برس. یک سوره در پاره 12 وجود داره به نام سوره یوسف. سوره یوسف، یوسفی که به 18 درهم خریداری میشه. یوسفی که برادرانش، حضرت یوسف میگه من فکر میکردم که من خو 10 تا برادر دارم خیلی توانمند و قوی و با نیرو. کی هست که به من صدمه برسانه؟ کی هست که به من ضرر برسانه؟ چون من 10 دانه برادر دارم از من حمایت میکنن. اما وقتی که برادران مرا بردن در کنار چاه استاده کردن که لحظات بعد تصمیم داشتن مرا داخل چاه بیاندازن، یوسف یک تبسم میکند. برادران پرسان میکنن که برای چی لبخند میزنی؟ خنده برای چی؟
و قرار است تو رو بکشیم، برای چی میخندی؟ یوسف گفت چون من همیشه فکر میکردم که 10 تا برادر توانمند و نیرومند دارم، اگر گاهی وقت به مشکل گرفتار شوم برادرایم به سر وقت من میرسند، اما ما آل فهمیدم که غیر از خدا تکیه‌گاهی نیست. غیر از پروردگار تکیه‌گاهی نیست. الان برادرانم قصد جان مرا کردند. تبسم من، خنده من برای این است که چرا به مخلوق خدا فکر کردم و به خالق خود فکر نکردم؟ چرا متکای خود الله را قرار ندادم؟ که من همیشه میگفتم 10 تا برادر توانمند دارم. عزیزان من، یوسف به چند درهم خریداری شده؟ 18 درهم. 18 درهم. یوسف را بردن در قصر زلیخا، در زیباترین قصر، در کنار یک زن هوسران، زیباترین دختر مصر، در خانه فوتیفار عزیز مصر یا قطمیر عزیز مصر، از تمام ناز و نعمت برخوردار. یوسف خیلی خوب فرصت داره، هر نوع عیشی که بکنه در داخل این قصر موجود است، هر کاری که بکنه در داخل این قصر موجود است. جوانی که امروز تو به ثروت هستی مثل یوسف زندگی میکنی، ساختمان خوب داری، موتر داری، بهترین گوشی به دستت است، پدرت هم تو را آزاد گذاشته، جوانی هم داری، قوت هم داری، میگه هر کار میکنم هیچ کس مانع من نمیشه، چون ثروت دارم، با ثروت خود گناه میکنم، کسی مانع من نمیشه. بهترین ساختمان، بهترین خوراک، بهترین تخت خواب، بهترین توشک، بهترین ناز، چندین دختر آرزو داره با ما ازدواج بکنه. بیا عزیز مثل یوسف زندگی کن، بیا جوان امت محمد صلی الله علیه و سلم مثل یوسف زندگی کن. یوسف داخل قصر فوتیفار یا همون عزیز مصر بهترین لباس داره، بهترین خوراک داره و یک زن زیبا صورت هم عاشق یوسف است. در ابتدا عنوان چی بود؟ اگر به خاطر خدا چیز را ترک کردی الله بهترش را به تو نصیب میگرداند. عنوان فراموش نشود، اگر چیز را برای خدا ترک کردی الله بهترش را نصیب تو میگرداند. یوسف در داخل خانه زلیخا به اون قصر دلگشا از طرف زلیخا برش پیشنهاد میشه که یوسف من خود دل داده تو هستم، من خود دل سوخته تو هستم، من خود عاشق تو هستم، تمام مال ثروت قصر در پای تو میریزم و فقط از تو یک توقع دارم، از تو یک آرزو دارم. جوان مثل یوسف باید فرار کرد، جوان مثل یوسف باید از خدا ترسید، جوان مثل یوسف باید جوانی را فراموش نکرد، جوان مثل یوسف خود را قربان الله باید کرد. شوخی نیست. وقتی در قرآن میخوانی الله وقتی در داستان یوسف میآید چی میگه؟ و پیامبر چی میگه؟ بسم الله الرحمن الرحیم نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك وإن كنت من قبله لمن الغافلين. ای نبی ما، ای محبوب ما، ای رسول ما، ای رحمت للعالمین، ما بهترین قصه و زیباترین قصه را به تو وحی کردم، زیباترین داستان از بهترین بنده ام. فرق نمیکنه که تو اسیر هستی، فرق نمیکنه که به اسارت فقر زندگی میکنی، فرق نمیکنه که به اسارت ظلم زندگی میکنی، فرق نمیکنه که در اسارت یک ظالم زندگی میکنی، فرق نمیکند که زن به اسارت شوهر ظالم زندگی میکند، فرق نمیکند که در داخل زندان هستی. ولی
اگر خدا با توست، اگر پروردگار را به دست آوردی، بدانی که الله تو را یک روز عزیز خود میگرداند. قسمی که یوسف را عزیز خود گردانی، تو را هم عزیز خود میگرداند. زلیخا برش میگه کل مال و ثروت دارایی همه مال تو و فقط یک خواسته کوچک از تو دارم. خواسته هم در نفع تو است. تو فقط از من کام برداری کن، از من لذت ببر و من هم میخوام از تو لذت ببرم. یوسف میداند که اگر خواسته زلیخا را اجابت نکند، به سختی باید در این قصر زندگی کند، مورد شتم و ضرب قرار بگیرد. اگر خواسته زلیخا را اجابت نکند شاید به زندان فرستاده شود. ولی یوسف میداند که دلگشا بیار زندان بلاست، هر کجا یار است دلگشا آنجاست. یوسف میداند که در قصر زلیخا خدا نیست. در اجابت و خواست زلیخا الله به ما پشت میکنه. یوسف میداند که اگر من خواست زلیخا را رد کردم و او اعتماد داره و یقین داره به پروردگار عالمیان که او خالق همه زمین است، خالق آسمان ها و زمین است، خالق تمام اشیای عالم است، اگر من خواست زلیخا را رد بکنم گرچه به زحمت میفتم، گرچه مورد امتحان و آزمایش او قرار میگیرم، اما در نهایت عزیز الله میشوم. نعره تکبیر! چه میگه؟ زلیخا برش میگه وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله. چه جمله زیباست. پروردگار نصیب ما هم بگردان. ای الله به جوان ما هم این توانمندی را نصیب بگردان. ای الله به جوان ما همین پاکی را نصیب بگردان. ای الله به جوان ما همین خدا ترسی را نصیب بگردان. و راودته التي هو في بيتها عن نفسه. وقت یوسف را داخل همون خانه طلب میکند، خانه مخصوصی که خودش در نظر گرفته، درها بسته میشود، چند خانه داخل و داخل. وقتی درها بسته میشود در اینجا زلیخا میگه هیت لک، ای یوسف من برای تو خود را آراستم، برای تو خود را زینت دادم، برای تو خود را آرایش کردم، برای تو این همه قصر را مجلل کردم. هیت لک، من برای تو هستم، جئت لک، برای تو آماده کردم خود را. ولی یوسف یک جمله بلد است. یوسف میدانه که درها بسته شده، راه فرار نیست، ولی ناامید نیست. ولی میدانه یوسف که خدا از پاکا دفاع میکنه. یوسف میدانه که الله برای پاکا راه ایجاد میکنه از هر مشکل. پروردگار قدرت شوق قدرت جهان است. یوسف میدانه که قدرت پروردگار عالم فوق قدرت جهان است. درها بسته ولی یوسف ناامید نیست. یوسف میدانه که الله پاکیزگی را دوست داره، نجابت را دوست داره، طهارت را دوست داره، قلب پاک را دوست داره، بنده پاک را دوست داره، عزت را دوست داره، شرافت را دوست داره، بنده با همت دوست داره، بنده شجاع را دوست داره، جوان با غیرت دوست داره، جوان با تقوا دوست داره، جوان خدا ترس را الله دوست دارد. نگران نیست، یوسف نگران نیست. برای زلیخا میگه معاذ الله، پناه بر خدا. یک بار تو هم بگو معاذ الله، پناه بر خدا. از شر گناه و از شر خواسته زلیخا پناه بر خدا. در همین لحظه وقتی که یوسف معاذ الله میگه، وقتی الله همت یوسف را میبینه، جوان است، 23 سال سن داره،
وقت همت یوسف را میبینه، وقت شجاعت یوسف را میبینه، وقت تقوی یوسف را میبینه، وقت پاکیزگی یوسف را میبینه. چون من گفتم اگر چیزی را برای خدا ترک کردی، از ترس خدا ترک کردی، الله بهتر او را نصیبت میگرداند. نعره تکبیر. معاذ الله، پناه بر خدا. نومید نیست، به طرف درهای بسته میدوه، به طرف درهای بسته فرار میکنه. الله قدرت خود را به نمایش میگذاره، الله قدرت خود به نمایش میگذاره، قیمت یوسف به نمایش میگذاره. به نزدیک هر دروازه میرسد، دستش به دروازه نرسیده خود به خود باز میشود، دستش به دروازه نمیرسد خود به خود باز میشود. از 7 در یوسف میگذرد، از 7 در یوسف میگذرد. باز هم دست زلیخا به لباسش میرسد و لباس یوسف از پشت دریده میشود. قرار است که یوسف باز هم باید زجر بکشد، باز هم باید متهم شود، ولی الله کودکی که شیرخوار است حرف نمیزند، به قدرتش برای پاکی یوسف او را به زبان می آورد و پاکی یوسف را بیان میکنه. بعد تصمیم گرفته می شود، یوسف فرستاده می شود به زندان، چون خواسته زلیخا را اجابت نکرده. ولی یوسف می داند زندانی که در اوج خدا هست بهتر از قصر زلیخا است. یوسف میداند زندانی که در اوج خدا هست قصر است، قصری که در اوج خدا نیست زندان است. عزیز من، بیا یک بار در مسیر حق قرار گرفتی، در حال از خدا طلب نکن که خدایا 2 روز نمازت خواندم به من خود ندادی، من خود 10 روز از توبه کردم به من ندادی. یوسف 7 سال انتظار میکشد داخل زندان، گناه نکرده بلکه از گناه فرار کرده، ولی الله میخواهد یوسف را امتحان کند که آیا یوسف داخل زندان را قبول دارد یا به خواسته زلیخا اجابت میکند، آیا زندان را تحمل میکند، سختی ها را تحمل میکند، و یا اینکه دوباره بر میگردد به قصر زلیخا، اجابت از زلیخا میکند. 7 سال یوسف امتحان خود را میدهد. یوسف به چند درهم خریده بوده؟ 18 درهم. یوسف غلام بود در مصر. الله اکبر. وقت بنده به خاطر خدا چیز می کند، وقت بنده به خاطر خدا گناه را ترک می کند، الله چی عزت نصیبش می گرداند. یوسف از زندان به خاطر تعبیر خواب پادشاه بیرون می شود. وقت از زندان بیرون می شود، الله جل مجدو چنان عزت می دهد که کل سرزمین مصر غلام حضرت یوسف می شود. کل سرزمین مصر غلام حضرت یوسف می شود. همین یوسفی که غلام در خانه زلیخا بود، الله همین یوسف را عزیز مصر می کند و زلیخا را غلام قرار می دهد. تکبیر. عزیز من، اگر غلامی الله را قبول کردی، من عظم الله عز الله، کسی که خدا را تعظیم کرد، کسی که خدا را بزرگ دانست، کسی که به خدا ارزش قائل شد، کسی که به ربش ارزش قائل شد، الله جل مجده به او در دنیا هم عزت میته، در روز قیامت هم عزت برش میته.